داخل این ویدیو میخوام بهت یه روشی یاد بدم که بدون نیاز به هیچ فالگیر و رمالی، بدون نیاز به هیچ علم قبلی، بدون نیاز به اجنه و این داستانا خودت بتونی فال قهوه خودت رو بگیری. چیه؟ باورت نمیشه؟ بریم تا بهت نشون بدم. به کافه میلیونر خوش اومدین. قبل از اینکه بریم سراغ فالمون بهتون بگم که از الان میدونم که یه عده فالگیر قراره بیان کلی هیت بهم بدن، میگن که تو چه میدونی کار ما چقدر سخته و چیکار میکنه و اینا. قصد بی احترامی به شغل شما رو ندارم. این ویدیو صرفا برای سرگرمی و شوخیه و اینکه یه تایمی رو حالا برای خودتون فال بگیرین، برای دوستاتون یکم دور هم باشین. و اگر کسی میخواد از این ویدیو سوء استفاده کنه یا بره کلاهبرداری کنه دیگه به خودش مربوطه. هدف من این بوده که فقط یکم شما سرگرم بشین و اگر در مورد فال قهوه کنجکاوین بتونین یک کمی باهاش سر و کله بزنید. قبل از اینکه بریم سراغش ویدیو منو لایک کنید و اولین چیزی که بهش نیاز دارید اون قهوه ترکه. حتما باید فنجونتون سفید رنگ باشه و یه دونه نلبکی سفیدم میخواد. اونایی هم که قهوه ترک رو بلد نیستن درست کنن، من توی این ویدیو آموزششو دادم، لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. برین ترک آموزش ببینین، بعد بیاین اینجا تا فالو یاد بگیرین. خب اینم از قهوه ترک من. بهتره نلبکیش یکم بزرگتر از حالت عادی باشه چون که خیلی کارتون راحت تر میشه. حتما هم هر دوتاشون سفید باشن. حالا اگه فنجونتون هم رنگی بود ولی داخلش باید سفید باشه که بتونید طرح‌ها رو ببینید. و اینکه اول کارم نیاز نیست نیت کنید. حالا فعلا ترکتون رو بنوشید. بفرمایید. من خودم اصلا با قهوه ترک حال نمی‌کنم. چون لردش داخلشه. من اسپرسو رو دوست دارم و نمیتونم ازش دست بکشم. باید تقریبا تا اینجای فنجون رو بخورید چون تهشون لرده و چیزایی که فال توش میفته. حالا اینقدر شیمونه متاسفانه. از یه گرا تموم نمون. خب من یکم کادر دوربینم بد بود، درستش کردم. این نلبکیش نسبت به فنجون خیلی بزرگتره. عسل لامصب عسل. خب من مجبور شدم تون بخورم چون دیگه ارمانسی مشتریامون برسن و هی تماس بگیرن. ببینید اینقدر شونده. در حدی که همون لردهای کف فنجون فقط موندن. خب حالا نلبکی روی فنجون میذاریم. نیت میکنید. تو نیت جزئی در مورد یک مسئله باشه یا مثلا یه نیت کلی که مثلا چه میدونم مثلا در مورد آینده به من بگو، اینجوری مثلا باشه. بعد از اینکه نیت کردیم فنجون رو به سمت قلبتون برمیگردونید. عالیه. به این حالت در میاد. خب الان باید تقریبا 5 دقیقه همین حالت بمونه تا یکم داخل فنجون خشک بشه و حتی فالگیرها از همین لرتایی که توی نلبکی هم هست استفاده میکنن. یعنی بعد انگشت میزنید و بهتون یه سری چیزا رو میگن. پس ما حالا 5 دقیقه صبر میکنیم تا این خشک بشه و ببینید تو چه نقشه‌ای افتاده. خب الان سوالی که پیش میاد بگین که ما که اصلا فال نگرفتیم، سررشته‌ای نداریم، باید چیکار بکنیم؟ ببینید الان تقریبا 5 دقیقه گذشت، اون فنجون به این حالت در اومده. من اینجا نورم گذاشته توش ببینیم. ما فنجون رو برمی‌داریم ببینیم کلا داخلش چطور شده. خب بله ببینید یک سری نقشا داخلش افتاده. یعنی هر طرفش نگاه کنید بیشتر اون طرفه ولی اینجا هم میشه یه سری نقش و طرح‌ها رو دید. حالا شما کاری که میکنید میایید خیلی زیاد دقت میکنید. مثلا اینجا توجه میکنید ببینید چی دارید میبینید. حالا مثلا اینجا یه حالتی مثل پریه دریایی داره، ببینید این موهاشه، این بدنشه. یا میتونه مثلا یه زن با لباس سفید باشه. شما شروع میکنید هر چیزی که داخل فنجون میبینید مینویسید روی کاغذ. مثلا این نمونهش اینی که من گفتم. حالا بذارید باز اینم چی میبینیم. اینجا مثل یه منظره است. اینجا کوه، خورشید، آب داره میریزه، رودخونه هست انگار. اینا رو مینویسید. اینجا مثلا سی صورت وحشت زده است. این چشماش میشه داره گریه میکنه، دهنش هم بازه. اینم شبیه خرسه. شبیه خرسه. اینا رو مینویسید و میرید توی گوگل هر کدوم رو تک به تک سرچ میکنید. تک به تک میرید توی گوگل و سرچ میکنید. برای هر کدومش من تست کردم. مثلا شما
یه خرس که بنویسی چندین مدل براتون میاره که مثلا این خرس توی چینی چه مفهومی داره، توی فال قهوه توی مثلا فلان زبون چه مفهومی داره. اینا رو می‌نویسید و دقیقاً فالتون معلوم میشه. فقط تفاوتش با فالگیرا اینه که اونا اینا رو از قبل مثلا حفظن دیگه، مثلا دقیقاً میدونن خرگوش چی میشه، خرس چی میشه، مار چی میشه. شما فقط بعد کمی مثلا بیشتر زمان میبره برید اینا رو سرچ کنید. مثلا یه مار دیدید میرید سرچ میکنید، مثلا میاد اگه مار مشکی بود چطور، اگه مار خالی خالی بود معنیش چی میشه و خیلی راحت فالتون رو به دست میارین. مرسی از نگاه قشنگتون. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و هر سوالی داشتین من در خدمتم. فعلا.